عزیز، ظاهرا شما به 5 زبان دنیا هم ماشاءالله مسلط هستید. زبان علاوه بر آلمانی، حالا زبان آلمانی، زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی و همچنین زبان شیرین فارسی. حالا تقریبا در پایان برنامه هستیم، لحظات پایانی برنامه. من دوست دارم که شما چند جمله با زبان فارسی رو به هر حال صحبت بکنید، با زبان فارسی چند جمله صحبت بکنید و خطاب به بینندگان عزیز و سفارش شما، توصیه شما به بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق رو با زبان خودشون، زبان فارسی بگید. برادران و خواران عزیز، اولا طبعا ما فارسی از برادران افغان یاد گرفتم، زیاد تماس داشتم که افغان‌ها رفیقای بسیار نزدیک و عزیز داشتم و همینطور یاد گرفتم تا من به لهجه دری. نصیحت من برای شما عزیزان اولا این است که برای نفرها که مسلمان تولد شدن که بفهمند که این بزرگترین و کلانترین نعمت است که خداوند متعال برای انسان نصیب میکنه. انسان فقط تصور میکنه که خدا نخواسته یکی از فامیلش، برادرش، پدرش، مادرش فوت میکنه، مسلمان نبوده. قرآن عزیز واضح برای ما میگه که ما حتی دعا کردن ناجایز است، چون که غیر مسلمان بودن و از دنیا رفتن. نال انسان فقط یک دقیقه بشینه و تصور کنه چه قسم است. اگر برادرت فوت میکنه، پدرت فوت میکنه، تو حتی نمیتونی دستایت بالا میکنی برایش، بسیار سخت است. نال انسان که از یک فامیل مسلمان است، که کل افراد فامیل مسلمان هستند، باید بفهمه که یک نعمت بسیار بزرگ است که خدا برایش نصیب کرده. نصیحت دوم این است که مثلا عموم انسان باید همیشه کوشش کنه که دین خود از قرآن عظیم شان و از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیرد. ما مسلمان، ما شما بشر هستیم، مولا هم بشر است، آخونده هم بشر است، کلگی اشتباه میکنه. انال او که اشتباه میکنه معنی نداره که اسلام غلط است یا که نیمی اشتباه در خود اسلام است. بنان انسان باید در خود قرآن عظیم شان سعی کنه، خودش فکر کنه. خدا برای ما شما به فضل خدا عقل نصیب کرده. انال انسان باید خودش از این عقل استفاده بگیره. خودت فکر کن آیا این واقعا درست است، آیا این چیزی که پدرم شاید میکنه درست است، چون که او هم بشر است و هم اشتباه میکنه. مانند که پیشتر گفتم، روز قیامت هر انسان با خودش پیش میشه پیش خدای متعال. ما پیش میشیم، تو پیش میشی، شما پیش میشیم، هر کس به خودش پیش میشه. انال هر کس باید به خودش جواب بده. انال انسان در نمو لحظه نمیتونه بگه ولی فلانی کس برای محمد گفته، مولا برای محمد گفته، تو خودت یک عقل داری، چرا از استفاده نگرفتی؟ چرا یک دفعه پرسان نکردی که آیا این چیز که ما میکنیم درست است یا نیست؟ بنان ما به خودم میگم، با شما نصیحت میدم که انسان باید همیشه باید کوشش کنه که حقیقت پیدا میکنه. خدا مهربان است، وقت مهربان است که انسان که دستایش بلا میکنه و دعا میکنه که الهی بر ما راه درست نشان ده. اقا مهربان است، اقا کریم است که حتما جواب میده و که حتما راه درست برای ما نشان میده و حقیقت نصیب میکنه. بله، واقعا